راز بگاه فصل دهم. ناآگاهی. اکثر مردم گمراهند، ناآگاهند، بی توجه، بی جنبه، کم فرهنگ، نابینا، تعصب بیجا دارن، بی عشقن، نیت غلط در هر کاری دارن. هر کاری میکنی باید نیت درست باشه، قول قدمی ها خلوص نیت داشته باشه. کمک کردن این نباشه که حتما ارزش رو باید از طرف مقابل باید بگیرید. اینطور فکر نکنید. البته طرف مقابل خودش باید شروعش داشته باشه و باید جبران کنه خوبی شما رو. زنجیر عشق همه باید هم کمک کنه. حالا راجع زنجیر عشق هم براتون ویدیو میذارم. نیت غلط در هر کاری و مطالعه ندارن، نمیدونن چه میخواهن و اگر چیزی را هم میخواهن نمیدونن چیه، چه شکلیه، چه حسی داره. حتی اگر سالیان سال کنارشان باشند بی مهر و وفایند، پایبند نیستند، ایمان و تقوا ندارند، مسئولیت پذیر نیستند. میگویم معرفت و انسانیت مرده، وفا و ایمان و اعتقاد مرده. ولی وقتی چنین شخصی هم گیر میاد، به جای قدرشناسی از این فرشته، از این برکت، این نعمت، او را حالو و ساده میپندارند و از او سوء استفاده میکنند و او را آزار و اذیت میکنند و میگن چه خر خوبیه، بذار ازش سواری بگیری. آره، این است دلیل داشتن مشکلات پی در پی و بی‌برکتی رزق و روزی و از کف دادن آرامش و آزادی، عاشق نبودن و ناآگاهی و قدر نشناسی ما از همه چیز و همه کس و یزدان پاکمان. یه مثال دیگه من براتون بزنم. ببینید، از همون 10-15 سال پیش میخوام بهتون بگم چند تا تجربیات خودم و بقیه رو بهتون بگم. وقتی که میخواستیم ازدواج کنیم دارم جمع میبندم دیگه، خودم مخاطب قرار میدم. جمع منظورم با هم است، منظورم به یه نفر و یه شخص خاص و 2 نفر که نیستش که. ببینید، وقتی که میخوای بری یه وام بگیری، حالا وام ازدواج شده یا هر وام دیگه، وقتی که میخوای زامن ببری، یه فامیلی، دوستی، همسایه‌ای میاد میشه زامنشون، باری از دوشت برداشته شده که بری اون مشکل رو حل کنی. بعد میری 2 تا قسطش رو میدی، قسط سوم رو نمیدی، از حقوق اون بدبخت باید کم بشه. بعد اونم باید از گلوی خودش و زن و بچهش ببره در این اقتصاد خراب و وضع خراب. این صحبت هم دوزم مال همون 15 سال پیشه که دارم بهتون میگم. یا مثالای دیگه، وقتی یکی بهتون خوبی میکنه، پول قرض میده، قرضشو بهش نمیدید، خوبیشو با بدی جواب میدید. نفر دوم اگه مشکلش از شما حادترم وقتی که باشه، بره به طرف مقابل کمک کنه، طرف مقابل بهش کمک میکنه، میگه نه، خوبی کردم، از خوبیم سوء استفاده شد، دیگه خوبی نمیکنم. مالمو بخشیدم، به هم بر نگردوندن و به هم صدمه زدن و دیگه نمیخوام صدمه بخورم. خب وقتی که یه آدمی که خوبی میکنه نقره داغش میکنید، از خوبی پشیمونش میکنید و دیگه به کسی خوبی نکنه، آدم ها با هم دیگه وصلن دیگه. وقتی به هم دیگه کمک نکنیم چی میشه؟ همه به هم وصلیم. وقتی به هم دیگه بزنیم، سوء استفاده کنیم، فکر خودمون باشیم، فقط بزنیم، خب بار رو دوش همه میمونه، مشکلات رو دوش هم دیگه میمونه، نفرت، جدایی، غم. اینو میگم فاجعه است.
که باید بهش توجه شد.